اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم.